أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در آیات گذشته خواندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر، ای رسول خدا، پیام خدا را برسان. حال اون مطالبی که پیغمبر باید برساند مطالب زیادی درباره توحید هستند. یکی از اون مطالب این آیه هست: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. مشایخ ما نوشتند که این تحت بلغ ما انزل الیک من ربک داخل است. این مطلب را هم برسان که بدون شک به درستی که کفر کرد مسیحیانی که گفتند مسیح ابن مریم الله است. حضرت شاه عبدالقادر رحمه الله می فرماید که گرچه مسیحیان به گروه های زیادی تقسیم می شوند، گروه های مختلفی دارند، اما دو قول در میان اونها معروف است. یکی همین که میگن خداوند همینه که به صورت مسیح ظاهر شده، در آسمان خداست، الله است و در زمین به شکل مسیح ظاهر است. و بعضی دیگه معتقدن که نه، از سه بخش تشکیل شده، یا خدا به سه بخش است، العیاذ بالله. یکی الله، یکی روح القدس و یکی مسیح. این هر دو دیدگاه، هر دو عقیده کفر صریح هستند. اما اینکه ان الله هو المسیح ابن مریم اتحاد، معتقد به اتحاد هستند، شیخ رحمه الله بازم میفرماید که منظور اونها از اتحاد صفات است، نه اتحاد ذات. اتحاد صفات یعنی اینکه الله عزوجل به ایشان اختیارات کامل خدایی داده، همون اختیاراتی که خود خدا دارد به مسیح هم داده. پس این یکی از کفرهای صریح هست که گوی خداوند تعالی به پیغمبرش میگه به اینها برسند. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. بدون شک کفر کردن کسانی که گفتند خداوند او مسیح ابن مریم است. و قال المسیح، الان دلیل نقلی از خود عیسی مسیح، دلیل نقلی از خود عیسی مسیح، از جای دیگه دلیل نمیاره. ببینید تبلیغ خود حضرت عیسی چی بود. و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. مسیح گفت ای بنی اسرائیل، الله را عبادت کنید که رب من و رب شماست، فقط او را عبادت کنید. انه من یشرک بالله، همانا شأن این است که هر کسی که شریک بگیرد با خدا. ببینید
رد در الوهیت شریک بگیرد یا در خواص خدایی و در خواص الوهیت. فقد حرم الله علیه الجنه، به درستی که خداوند بر او بهشت را حرام قرار داده. هر کسی که شریکی بگیرد با خدای تعالی، خدا بهشت را برش حرام قرار داده. این تبلیغ خود عیسی است. و ما للظالمین من انصار، برای ظالمان هیچ یاوری نیست، هیچ نصرت کننده ای نیست. کسی که اونها را از عذاب خدا برهاند، نجات بدهد، در صورتی که شرک کردن. نفی شفاعت قهری هست. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اینم در بلغ ما انزل الیک من ربک داخل است. این هم برسان. اینا هم کافر، یعنی اونهایی که اعتقاد دارند خدا و مسیح یکی هست، حلولیا، خدای تعالی حلول کرده در این شکل مسیح، اونا هم کافر. این تسلیسی ها هم کافر، کسانی که اعتقاد دارند که سه تا خدا هست و خداوند سومی هست، العیاذ بالله. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بدون شک کفر کردن کسانی که گفتن خداوند سومی است، در حالی که حقیقت اینه. و ما من اله الا اله واحد، نیست هیچ معبودی لایق عبادت، لایق پرستش مگر اله واحد، خدای یگانه. خب پس خداوند تعالی کفر هر دو را اعلام کرد، هم تثلیثی هم حلولی. بعد از بیان کفر تخویف اخروی، اگر از این کفر باز نیایند به عذاب دائمی خدای تعالی گرفتار میشوند. و ان لم ينتهوا عما یقولون، اگر باز نیایند از آنچه که میگویند، من التثلیث جلاله گفته اعتقاد تثلیث، یا میتونه هر دو باشه، اولی و دومی. لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، البته حتما میرسد، حتما اصابت میکند به آنانی که کفر کرده از آنان عذاب دردناک، خدا به عذاب دردناک گرفتارشان میکند. خب این تخویف بود، اما بعد از تخویف ترغیب به توبه. خدا میفرماید بهتر نیست توبه کنند؟ افلا یتوبون الی الله و یستغفرون، آیا توبه نمی کنند، رجوع نمی کنند به سوی الله، و آیا استغفار نمی طلبند؟ والله غفور رحیم. این مقتضی توبه هم موجود است، این مقتضی توبه است، حالانکه الله غفور رحیم است، بخشاینده و مهربان است. پس چرا اینها توبه نمی کنند؟ خب پس تثلیث هم رد شد و حلول هم رد شد که معتقد باشند علیاذ بالله خدا حلول کرده در عیسی مسیح. حال الله تعالی حقیقت را بیان می فرماید. حقیقت مسیح چیه و اینها آیا راهی و اعتقادی که گرفتند، باوری که گرفتند درست است یا نیست؟ الله می فرماید ما المسیح ابن مریم الا رسول، نیست مسیح ابن مریم مگر ابن مریم، ببین ابن الله نیست، هر جا ابن مریم قید اضافه هست تا اینکه رد ابن الله بشه، مگر رسولی هست، فرستاده ای هست که قد خلت من قبله الرسل، قبل از اون هم رسول گذشتند، رسول صاحب معجزات. ایشون هم یکی از رسول صاحب معجزات بود. یه چیز جدیدی نیست، چیزی هست که نمونهش را در گذشتگان داریم. و امه صدیقه، مادرش هم صدیقه بود، یعنی نه اله نه جز اله، نه خدا بود نه جز خدا، یک زن صدیقه ای بود. و باز نفی الوهیت هر دو در ادامه. کانا یأکلان، این رد نصارا هست و رد الوهیت است.
کانا یأکلان الطعام، هر دو طعام میخوردند، هر دو غذا میخوردند. خب خدا که از غذا بی نیاز است، خدا نمیخورد. اینا که میخوردن این چیه؟ دلیل نیاز است، دلیل احتیاج است. انظر کیف نبین لهم الآیات، ببین چگونه ما آیات را بیان میکنیم. ببینید برای رد الوهیت، برای نفی الوهیت، آیات را برای نفی الوهیت چگونه بیان میکنیم و ثابت میکنیم که مسیح اله نیست. ثم انظر انا یؤفکون، سپس بازم ببین، این استعجاب یعنی عجیبه. انا یؤفکون، کدام سمت و سو اینها برگردانده میشوند، انحراف پیدا میکنند. یعنی باید از آیات که عقلیند اونها درس میگرفتند، اونها متذکر میشدند، متنبه میشدند، ولی ببین کدام سمت و سو میروند. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. حال خدای تعالی زجر و سرزنش میفرماید. استفهام هست، استفهام انکاری هم هست. خدا سوال میکند، بازخواست میکند که آیا غیر از خدا شما افرادی را میپرستید که مالک ضرر و نفع برایشان شما نیستند؟ خب چنین انسانهایی را، چنین موجودات را چی را پرستش؟ قل اتعبدون من دون الله، بگو آیا شما عبادت میکنی غیر از خدا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آن خدایانی که مالک نفع نیستن برای شما و ضرر. اگر عبادت نکنی ضرری ندارد، اگر عبادت کنید هیچ نفعی ندارد. والله هو السمیع العلیم، خداوند فقط اوست، هر چیز را شنوا، هر چیز را دانا، نه عیسی و مادرش. وقتی که خداست پس باید فقط خدا را عبادت کنید. و خدای تعالی می فرماید که شما غلو را، افراط را در حق عیسی و مادرش ترک کنید، خود به خود به اعتدال می رسید. قل یا اهل الكتاب، این نهی از غلو است. اعلام بفرما ای اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غلو نکنید در دینتان غیر از حق. غلو در تعظیم عیسی علیه السلام. همیشه شرک از غلو درست میشه. انسان کسی را تعظیم بکند، چه پیغمبر خدا را، چنانچه اونها عیسی را تعظیم میکردن، چه یکی از اولیاء را، ائمه را. انسان که غلو میکند، مرز حد را رعایت نمیکنه، حد خدایی را، خب انسان به الوهیت میرسه، آخر میبینی اون شخص را اله قرار میدهد. الله میفرماید لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غلو نکنید در دینتان غیر از حق. ای آخذین غیر الحق، در حالی که شما غیر حق را بگیرید چنین نکنید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، و شما پیروی نکنید از اهوا، خیالات فاسده، آراء منحرفه. منظور از اهوا قبلا خواندیم که افکار و خیالات فاسده مشرکان، از خیالات فاسده قومی که قد ضلوا من قبل، قبل از بعثت پیامبر گمراه بودند. قد ضلوا من قبل، قبل از پیغمبر، و اضلوا کثیرا عن سواء السبیل، و بسیاری را از راه راست گمراه کردن، منحرف کردن. خب قد ضلوا من قبل معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما یهود موجود به جای خود، اسلاف شما، پدران شما هم بر گمراهی بودند. ای اسلافکم و ائمتکم،
الذين كانوا على الضلال، اسلاف و ائمه شما که بر ضلال بودند قبل مبعث النبی صلی الله علیه وسلم. پس اونا قبل از بعثت پیغمبر اینا راهشون راه گمراهی بود. و ضلوا عن سواء السبیل، از راه راست گمراه شدن. ضلوا بنویسه قصدن، یعنی قصدن عمدن اینا چیکار کردند؟ راه راست را ترک کردند، راه راست را نگرفتند، راه شرکی را گرفتند. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم. در اینجا خدای تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید. همین اهل کتاب، اینهایی که گمراه هستند، به زبان انبیا مورد لعن قرار گرفتند، مورد نفرین قرار گرفتند. یکی از اونها بنی اسرائیل هست که بنی اسرائیل به زبان داود علیه السلام، واقع اصحاب السبت را ما خواندیم که داود علیه السلام اونها را منع کرد از شکار کردن در روز شنبه، اما اونها نپذیرفتند. بعد از اینکه نپذیرفتند و حیله کردند، در روز شنبه با حیله دیگه شکار کردند، داود اونها را نفرین کرد، دعای بد کرد. خدای عزوجل به سبب این دعا اونها را مسخ کرد، تبدیل به میمون کرد و اینها بعد از اینکه نافرمانی خدا کردن میمون شدند، تا 3 روز زنده بودن، بعد از اون مردند. همچنین مسیحیان به زبان عیسی نفرین شدند، لعنت شدند. مسیحیان از عیسی علیه السلام سفره خواستند، مائده خواستند، در همین سوره میخوانیم. عیسی علیه السلام دعا کرد، تضرع کرد تا اینکه خدای تعالی سفره را بفرستد. بعد از اینکه سفره فرستاده شد، بعد از سفره هم اونها اجابت نکردند، اونها خوردند، با وجودی که خوردند تمرد کردند، ایمان نیاوردند. عیسی علیه السلام بر علیه اونها دعا کرد، اونها تبدیل به خنزیر شدند. پس هر دو را الله تعالی اینجا ذکر می فرماید که اینها تمرد کردند و از منکر باز نمی آمدند، از منکر توبه نمی کردند. الله می فرماید لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم. ملعون شدن کسانی که کفر کردند على لسان، از بنی اسرائیل، بر زبان داود. حضرت داود چی دعا کرد؟ امام رازی نوشته که داود گفت اللهم لعنهم واجعلهم آیه، خدای آنها را لعنت کن و آیه اونها را قرار بده، یعنی برای بقیه درس عبرتی. خب خداوند همون کار را کرد، درس عبرتی شدند. و عیسی ابن مریم، امام رازی بازم نوشته دعایی که عیسی ابن مریم کردند این بود که اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت، خدایا مثل اصحاب السبت اینها را لعنت کن. پس وقتی که این دعا را کردند، الله تعالی اونها را تبدیل کرد، مسخ کرد. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. الله میفرماید این به سبب اینکه اونها نافرمانی کردند و تجاوز کردند. تفسیر این آیه را 2 بار خواندیم که نافرمانی، عصیان، گناهان کوچک کوچک باعث میشه که انسان جرأت پیدا بکند به گناهان بزرگتر روی آورد، آخر انبیا را قتل کند، کفر و شرک کند.
ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون. اما عصوا مرض اول هست، منظور از عصیان کفر است. و كانوا یعتدون این چی هست؟ این مرض دوم یعنی ارز کنم شدت مریضی که علاوه از کفر همیشه تعدی داشتند، اعتدا و زیاده روی داشتند. اما و كانوا یعتدون تفصیلش اینه، کانوا لا یتناهون. این مرض سوم مدید، مرض اول کفر، مرض دوم شدید، مرض سوم مدید. مدید یعنی همیشه، یک بار گناه نمی کردن بلکه همیشه گناه می کردن. الله می فرماید کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا، باز نمی آمدن از منکری که انجام می دادن. لبئس ما کانوا یفعلون، بسیار بد بود آنچه که اونها انجام می دادن. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، حال زجر و سرزنش بر منافقان است. ببین این افراد اینها ملعونند، به زبان انبیا ملعونند، مسیحیان و یهودیان. کسی که ملعون باشد و باز هم توبه نکند از مسیرش، نباید هیچ نوع موالات و دوستی با او انجام بگیرد. اما منافقین با وجود این با اونها دوستی داشتند، با اونها محبت داشتند. الله این زجر را، این توبیخ را اینجا بیان می فرماید. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، می بینی بسیاری از آنان را که کفر کردند، یعنی از منافقین را. یتولون الذین کفروا یعنی دوستی کردند با کسانی که کفر کردند، دوستی با یهود، دوستی با مسیحیان. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، الله می فرماید بسیار بد است آنچه که تقدیم کردند برای آنان نفسشان، یعنی نفسشان اونها را وادار کرد به عملی خیلی بد است. اون عمل چیه که نفس اونها را وادار کرد؟ ان سخط الله علیهم، این مخصوص لبئس هست. ان سخط الله علیهم اینه که خداوند بر اونها غضب کرده، بر اونها خشم کرده. این خشم الهی همون چیزی هست که ما قدمت لهم انفسهم، نفسشان اونها را انجام داد. و فی العذاب هم خالدون، این ثمره سخط است، ثمره نافرمانی است. از کسی که خدا نافرمان بشه اون همیشه در عذاب می سوزد. پس بعد از اینکه خدا سرزنش کرد الان توبیخ ترغیب میده، میگه اگر ایمان می آوردن بهتر بود. ولو كانوا یؤمنون بالله والنبی، اگر آنان ایمان می آوردن به خدا و نبی. و ما انزل الیهم ما اتخذوهم اولیاء، و همچنین این ایمان می آوردن به ما انزل الیه، یعنی به قرآن. ما اتخذوهم اولیاء، اونها را دوست نمی گرفتند، با اونها دوستی نمی کردند. اما اینها می کنند. ولکن کثیرا منهم فاسقون، اما بسیاری از اونها فاسق هستند. خب ما میخوانیم در قرآن کریم که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در صدر اسلام 3 گروه مد مقابل مسلمانان بودند، 3 گروه دشمن بودند. یکی گروه یهودی، علماء اهل کتاب یهود، اینها از دشمنان سرسخت مسلمانان بودند. دوم مشرکان جهلا، مشرکان مکه قریش، بقیه طوائف. و سوم مسیحیان نصارا. اما در این آیه الله تعالی دشمنی اونها را به ترتیب ذکر میکنه. از همه بیشتر دشمن کی هست؟ الله تعالی میفرماید که بیشترین دشمنی مال یهود بود. دوم بعد از اون مال مشرکین بود.
نصارا را دیگه نام نبرده، مسلمه که نصارا در درجه سوم. و باز از نظر ایمان آوردن، از نظر مودت، از نظر محبت، اونهایی که بیشترین دوستی را با شما دارن نصارا هستند. خب پس مسیحیان از نظر محبت بیشتر محبت کردند. این را عرض میکنیم که منظور از این محبت کدوم دسته از مسیحیان است؟ اونایی که مسلمان شدن یا مطلقاً؟ اول ترجمه: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. البته میبینی تو ای پیغمبر سختترین مردم را از نظر عداوت برای مؤمنان، از همه کی بیشتر عداوت داره با مؤمنان؟ الیهود، یهودی ها. والذین اشرکوا، در درجه دوم کسانی که مشرک شدن، شرک کردن با خدای عزوجل. ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا، میبینی نزدیکتر از نظر محبت، از نظر مودت برای مؤمنان بیشتر کی با مؤمنان محبت میکند؟ الذین قالوا انا نصارا، آنانی که گفتن ما نصارا هستیم، مسیحیان. ببینید این نکته را من خدمت شما عرض کنم، شما هم همیشه این را حفظ داشته باشید که منظور از الذین قالوا انا نصارا مطلق نصارا نیست. همه مسیحیان با مسلمانان دوست نیستند. مسیحیان که تشنه خون ما هستند. پس الذین قالوا انا نصارا، اون نصارای مراد است که ایمان آوردند. چنانچه تفسیر خازن می فرماید که من آمن منهم مثل النجاشی و غیره، مراد از الذین قالوا انا نصارا اون نصارایی که ایمان آوردند، اون نصارایی که قبول کردن دعوت اسلام را. چنانچه تفسیر معالم می نیست. این جملات را چرا علما نوشتند؟ چون هر یکی از اینها در دور خودشون دیدن، در دور گذشته هم خواندند، شنیدند که نصارا چه مظالمی، چه ستمهایی بر علیه مسلمانان انجام دادند. امروز هم شما ببینید در دنیا یهود و مسیح با هم در کنار هم هستند، هم شانه اند. این نیست که یهود دشمنیش زیاد، نصارا کمه، هر دو مثل هم هستند. هر جا که بم میریزن مسیحیان هستند، هر جا که دشمنی خودشون را، بغض خودشان را نشان میدن، همین مسیحیان هستند. پس تفسیر معالم التنزیل میفرماید لم یرد به جمیع النصارا، مراد از دوستی تمام نصارا مراد نیست. لانه فی عداوت المسلمین کالیهود، اینها در عداوت مسلمانان مثل یهودی هستند، هیچ فرقی ندارند. فی قتلهم المسلمین، در این که هزاران مسلمان را کشتند، و اسرهم، و در این که مسلمانان را اسیر کردند، و تخریب بلادهم و هدم مساجدهم، بلاد مسلمانان را تخریب کردند، مساجد را منهدم کردند، و احراق مصاحفهم، قرآنها را سوزاندند. لا و کرامت لهم، پس اینجا هیچ کرامتی برای این نصارا نیست بگی نصارا دوست ما هستند، نه. بل الآیت فی من اسلم منهم مثل النجاشی، این آیه درباره نصارای خاص است. اصحم نجاشی که نامش اصحم بود، درباره نجاشی هست که در نگاه کنید صفات همین نصارا ذکر میشه. پس ببین آیا این صفات در نصارایی که ایمان نیاوردن دیده می شود؟
نه خیر، این صفات در نصارایی هست که ایمان آوردند. الله می فرماید ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانا، این علت قرب، علت نزدیکی آنان به سبب این است که منهم، از آن نصارا، قسیسین و رهبانا، قسیس هم هست رهبان هم هست. قسیس عالم ها را میگن، اهل علم را میگن، رهبان دراویش را میگن، جمع راهب است. اما قسیسین کسانی که با علم سر و کار دارند. تفسیر مظهری نوشته فی القاموس هو رئیس النصارى فی العلم. قسیس اون است که از نظر علمی در رأس نصارا باشد، بالاترین حد را داشته باشد. مثلا ما در یک محفل علمی عالم زیاد داریم، اما یکی هست که در رأس هست، رئیس علما هست، استاد علما هست، علامه هست، بقیه عالم اون یکی چیه؟ علامه. پس قسیس همون بزرگتر را میگویند. و رهبان دراویشی که کمتر با علم سر و کار دارن، بیشتر با عبادت. و انهم لا یستکبرون، و آنان تکبر نمی کنند، خودشون را بزرگتر نمی دانند از اینکه بیایند غلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بشن. این از نظر این دلیل بود که اینها ایمان آوردند، اینها با شما نزدیکند، با شما مسلمانان. و دیگه اونها چه محبتی دارند. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، بشارت هم برای اونها است. و این علت عدم استکبار، دلیل عدم استکبار. ببین کسی که تکبر بکند در دل رقت ندارد، دلش نرم نیست. این نجاشی چقدر دلش نرم است. این آیه درباره نجاشی هست. وقتی که حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه آیات الهی را از سوره مبارکه مریم براش خواند، اشکش بی اختیار میریخت و متأثر شد از قرآن، چون در درون کبر نبود، در درون انابت بود. الان الله تعالی اون را بیان می‌فرماید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، هرگاه میشنوند، هرگاه شنیدند، ما انزل الى الرسول، آنچه که نازل شده به سوی رسول صلی الله علیه وسلم، ترى اعینهم، میبینی چشمان آنها را که تفیض من الدمع، جاری هست از اشک. چرا؟ مما عرفوا من الحق، از آنچه که آنها میشناسند حق را، میدانند که این حق است، پیغمبر حق است، دین حق است. این تأثیر قلبی بود، در دل متأثر بودند، اشک ریختند. حال تأثیر قولی، بعد از اینکه متأثر بودند چی گفتند؟ یقولون ربنا آمنا، در حالی که میگویند بار الها ما ایمان آوردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، ما را از گواهان بنویس. از گواهان، از شاهدی بر چی؟ تفسیر مدارک گفته مع امت محمد صلی الله علیه وسلم، الذين هم شهداء على سائر الامم یوم القیامه. ما را از جمله امت محمد که در روز قیامت بر علیه تمام اقوام دیگه اینها شهادت میدهند، ما را از اون دسته بگردان. و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس، امت محمد گواه هستند. و ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، قرطبی باز گفته ای مع امت محمد، پروردگار ما را در لیست امت محمد بنویس.
الذین یشهدون بالحق، گواه به این معنی که اینها روز قیامت به حق گواه هستند، گواهی درستی دارند. خب و ما لنا لا نؤمن بالله، الان رفع معنی میکنه، یعنی چه معنی هست که ما ایمان نیاوریم؟ همین نصارا میگفتند و ما لنا لا نؤمن بالله، چی شده ما را که ایمان نیاوریم به خدا؟ و ما جاءنا من الحق، آنچه که از پیش ما حق آمده، چرا ما به او ایمان نیاوریم؟ در حالی که و نطمع، این مقتضی است، این می طلبد که ایمان آورد. و نطمع ان یدخلنا ربنا، و ما طمع داریم، انتظار داریم که رب ما را داخل بگرداند مع القوم الصالحین، با قوم صالح. بس این گونه بودن این مسیحیان. الله هم دعایشون را قبول فرمود، اجر و پاداش و مزدشان را برایشان نوشت. فاثابهم الله بما قالوا، الله می فرماید که آنها را خدا عوض داد، ثواب داد، اجر داد به سبب آنچه که گفتند. هم گفتند هم عقیده داشتند. اجر داد، چی داد؟ ثواب چی داد؟ جنات تجری من تحتها الانهار، باغاتی کی جاری است از زیر درختانش نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن باغات هستند. و ذلک جزاء المحسنین، این جزا و پاداش نیکوکاران است، مخلصین است که خالصتا برای خدا باشند. اما در مقابل اینها والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آنانی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، این ثمره اخروی و نتیجه اخروی. الله می فرماید اینها اهل جهنم هستند، الله پناه بده. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. در ابتدای این سوره مبارکه ما خواندیم نفی شرک فعلی را. حال در این آیه در ادامه الله تعالی اون مضمون را دوباره اعاده می فرماید، تکرار می فرماید. چون بسیاری از مردم بودند که حلال خدا را بر خود حرام قرار می دادند. این تحریم لغیر الله هست، نباید حلال را حرام قرار داد. و کسی اعتقاد داشته باشد کفر، شرک فعلی همینه که حلال را حرام قرار بدیم، حرام را حلال قرار بدیم و بعد بر اساس همون قرار دادن عمل بکنیم. الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، شما حرام ندانید، بنویسید نه اعتقادا نه عملا و نه قولا. تفسیر کبیر گفته شما حرام ندانید مالهای پاکیزه‌ای که خدا حلال قرار داده. ولا تعتدوا، از حدود شرعی در مورد تحریم و تحلیل هم تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدین، بدون شک خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد. و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. ببین منظور از خوردن استفاده کردن است، چون خیلی چیزها هستن که میخوریم، بعضی چیزها هستن نمیخوریم. مثلا مشرکین چی چیزی را بعد خود حرام کرده بودن؟ بعضی حیوانات شیرشون را، خب اونجا بس خوردن است. بعضی حیوانات گوشتشان را، اونجا هم خدا میفرماید بخورید. بعضی حیوانات پشمشون را، یعنی از پشمشون برای خودشون چیزی درست نمیکردن، پس اینجا خدا دیگه به ما نمیگه بخورید اون پشم را، بلکه استفاده بکنید، تمتع مراد است. بعضی حیوانات سواریشون را، بر اونها سوار نمی شدند،
دستور رسید که بر اونها سوار بشید، بهره بگیرید، استفاده کنید. لذا الله می فرماید و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، استفاده کنید، بهره بگیرید از آنچه که خدا رزق داده به شما، حلال و طیب، پاکیزه. واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون، بترسید از الله، آن اللهی که شما به او ایمان می آورید. این مقتضی تقواست، ایمان می طلبد که باید ترسید. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ببینید بعد از بحث تحریمات غیر الله بحث قسم آمد. به ظاهر مناسبت ندارد این آیه، اما در واقع ربط و تناسب زیاد دارد. اون اینه که بعضی ها از چیزهایی که خدا حلال قرار داده بود، طیبات را بر خود حرام قرار میدادن، میگفتن که بر من حرام است، من دیگه نمیخورم. بعضی افراد هستن به وسیله قسم بر خود حرام قرار میدهند، سوگن میخوره که من نمیخورم. این هم درست نیست. این حکمش اینه که باید قسم را بشکند، از اون شیء بخورد و بعدا کفاره قسم بدهد. لذا الله می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. ما در مورد قسم لغو 3 نوع قسم خواندیم قبلا. یکی بود قسم لغو. قسم لغو 2 صورتش را گفتیم، یا اینکه انسان بدون اختیار بر سر زبانش قسم میاد، چنانچه در صدر عادت بود و این خب انسان به هر چی والله چنین است، والله چنان است، این بر این هیچ مؤاخذه ای نیست، به شرطی که دروغ نباشد. نوع دوم اینه که انسان قسم میخورد بر چیزی همین لغو است. تعریف دومش فکر میکند همون طوری که قسم خورده اتفاق به همون صورت است، در حالی که در واقع عکس او هست. او خبر ندارد. چون خبر ندارد لذا باز هم بر این مؤاخذه نیست. نوع دوم قسم غموس است که اینجا نیست. قسم غموس این است که انسان درباره ماضی، درباره گذشته به چیزی قسم میخورد که میدوند دروغ هست، دروغ میگوید، خودش میدوند اما به دروغ قسم میخورد. یه چیزی را بر نداشته قسم میخورم من بر داشته، میگه من بر نداشتم. این غموس است، این گناه کبیره داره، عذاب داره، باید انسان از این توبه بکند، کفاره ندارد. اما سومی که کفاره داره قسم منعقده هست، اینه که درباره آینده انسان قسمی میخورد که فلان کار را نمی کنم بعدا می کند، یا میگه که می کنم بعدا نمی کند. خب این کفاره دارد، کفاره قسم که کفاره را الان میخوانیم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند با قسم لغو شما را مؤاخذه نمی کند. ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ببین مراد از مؤاخذه اینجا مؤاخذه دنیوی یعنی کفاره. منظور از مؤاخذه چی هست؟ کفاره هست. اما شما را مؤاخذه میکنه به آنچه که ایمان و سوگندهای شما بسته شد برای واقعات آینده. شما یک چیزی را قسم میخورید که میکنید اما بعد نمیکنید، یا برعکس. پس قسم شما بر آینده چیزی بسته شده، الان که قسم شکست و انسان حانث شد، کفاره. الله می فرماید فکفارته اطعام 10 مساکین. کفاره او 10 طعام دادن 10 مسکین هست.
10 مسکین را خوراک بده. چه غذایی بهشون بدم؟ من اوسط ما تطعمون اهلیکم، از مال متوسطی که شما غذا میدید به اهل و عیالتان. خودتون معمولا چی میخورید؟ خب انسان متفاوت میخورد، اما متوسطش همون غذای متوسطی که شما به زن و بچهت میده، به اهل و عیالت میده، همون غذا را به 10 مسکین بده شام و نهار. یک روز کامل شام و نهار میشه، 2 وعده غذا میشه. پس 10 مسکین را دعوت کن، 2 وعده اونها را غذا بده. یا اینکه او کسوتهم، یا 10 مسکین را لباس بده، برای 10 نفر 10 دست لباس بگیر. این کفاره قسم هست. او تحریر رقبه، صورت سوم، غلامی را آزاد کن، برده‌ای را آزاد کن اگر هست. در این صورت ها به وسیله او که گفت یعنی یکی از اینها، فرق نمیکنه، هر کدوم را انسان انتخاب کند. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. این صورت 4می هست. اون 3 اختیاری، این غیر اختیاری. هر کسی نیافت پس 3 روز. ببینید پس 3 روز روزه برای همه نیست، برای نادار است. کسی که دارا باشد برای اون روزه نیست، او 10 تا مسکین را لباس بگیره بده. معمولا مردم سرمایه دار باشند هم قسم حانس میشه، میگه 3 روز روزه میگیرم. خب روزه برای شما جایز نیست، درست نیست به جای کفاره قسم، چون شما سرمایه دارید. شما برو 10 مسکین را پذیرایی کن یا 10 مسکین را لباس بگیر بده. الان 10 مسکین را پذیرایی بنده عرض کردم که 2 وعده غذا هست، شام و نهار. شام و نهار یک متوسطی که شما میخورید، از همون غذای متوسط به اونها بده. بعضی فقها نوشتن که به جای شام و نهار اگر انسان به اندازه فطریه بده هم قبول است. یعنی به جای طعام اینم طعامی هست، همون 1 صاع نیم صاع گندم یا 1 صاع خرما یا 1 صاع جو به اندازه فطریه به 10 نفر بده. که امروزه مثلا فطریه اعلام شده دیروز 4000 تومان، به 10 نفر نفری 4000 تومان بده. این میشه طعام. گرچه بنده همیشه عرض میکنم که فقهای ما و علماء ما فطریه را طوری حساب میکنند که میگویند نفع فقیر در نظر گرفته بشه. نفع فقیر اگر در نظر گرفته بشه، خب فقیر اونه که فطریه دریافت میکند، فطریه میگیرد، طوری باید محاسبه کرد که پول بیشتری داد. ولی خب گندم نرخ دولتی دارد، نرخش پایین است، از نظر دولتی نرخ آزادش بالاتر است. حساب میکنند و بر اساس اون مبلغ را تعیین میکنند. اما اگر ما فطریه را الان با گندم نیم صاع گندم حساب بکنیم 4000 تومان است، همونطور که محاسبه کردم. اما اگر جو حساب بکنیم یا خرما حساب بکنیم 1 صاع میشه از 20000 تومان هم میگذره. پس در باب طعام اگر غذا بدیم، شام و نهار بدیم، شام و نهار از 4000 تومان که بیشتر میشه برای یک فقیر. حداقل متوسطش نهاری که انسان بهترش بخوره 5-6 تومان میشه، شام که ضعیفترش را بخوره
2-3 تومن میشه، نزدیک 10 تومن میشه. یا اگر لباس حساب بکن، چون اینا با هم قیمت ها باید نزدیک باشد. لباس شما میدونید که همون لباس فقیرانه و لباس ضعیفتر امروز شاید یک دستش 20 تومن باشد. پس لباس خیلی بالا میشه، شام و نهار کمتر میشه و فطریه کم میشه، اونم با گندم دولتی حساب بکن. بنده را اگر کسی میپرسد میبینم که 4 تومن خیلی کم هست، اجتهاد میکنم، گاهی میبینم وضعش خوبه، میدونم که خب این که وضعش خوبه، این اگر شام و نهار بده زیاد میشه دیگه، چون این وضعش خوبه. من میگم شما به هر مسکین حداقل نفر 10 تومن بده، 10 نفر 4 تومن واقعا کم هست، تناسبی با بقیه هم داشته باشد. علی ای حال الله می فرماید که فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر فقیر بود، نادار بود، نیافت، بعدا روزه 3 روز هست. ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم، این کفاره قسم شماست وقتی که شما سوگند میخورید. اما واحفظوا ایمانکم، شما قسمایتون را حفاظت کنید. ببین حفاظت قسم 2 صورت دارد. یکی این که قسم که بخوری بهتر اینه که قسمت را نشکنی تا قسمت حفظ باشه، ولی خود در بعضی صورت ها مجبوری بشکنی. مثلا قسم خورده با برادرش دیگه رفت و آمد نکنه، با او ارتباط داشته نباشه، و این قسم درست نیست. الان بگیم واحفظوا ایمانکم، بر قسمت بمان، یعنی اصلا با برادر صلح نکن، معنی همین میشه. پس بعضی از مفسران واحفظوا ایمانکم حفظ را گفتند اینکه قسمی که بخورد بر اون ثابت بماند، قسم را نشکند، این از حفظ ایمان. اما صورت دوم اینه که واحفظوا ایمانکم معنیش اینه قسمهایتون را حفظ کنید، اصلا قسم نخورید. حفظ کنید یعنی قسم نخورید تا که فردا حانس بشی. حفظ کردن بهتر همینه، بر هر چیزی نام خدا را نیار. شیخ رحمه الله همینه پسندیده، معنی دوم را، که یعنی از همون ابتدا قسم نخورید. فبروا فيها ولا تحنثوا اذا لم يكن الحنث خيرا. اولین معنی اولی حفظ است که شما حانس نشید اگر حنث خیر است. اما اگر او ولا تحلفوا اصلا، صورت دوم، این صورت اول بود. صورت دوم اینه که اصلا قسم نخور تا که بحث حانس شدن پیش نیاد. پس واحفظوا ایمانکم به این معنی هست، قسمتان را حفظ کنید. كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تشکرون، این گونه خداوند بیان میکند آیات خودش را برای شما، شاید شما شکرگزار باشید. این حکمت تبیین آیات. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. خب ببین تحریمات غیر الله را خواندیم، لا تحرموا طیبات. الان منظورات غیر الله را، اونه که انسان برای غیر خدا نظر می کند، و ما اهل لغیر الله. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما الخمر والمیسر، جزی نیست که شراب و قمار، والانصاب والازلام. انصاب و ازلام را قبلا خواندیم. نصب نماد شرکی را میگن، نماد غیر الله. ازلام تیرهایی که به وسیله اون تیرها استخاره میگرفتن، فال میگرفتن. همه اینها رجس من عمل شیطان، گندند، پلیدند، از عمل شیطان هستند. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، شما از آنها بپرهیزید شاید رستگار بشید.
انما یرید الشیطان، جزی نیست که شیطان میخواد ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، این که بین شما عداوت و بغض ایجاد کند. این عداوت و بغض به وسیله چی میشه؟ خمر و میسر میشه. فی الخمر والمیسر، ببین شراب که میخورد انسان عقلش را از دست میده، دعوا میکنه، یا که قمار میکند، یکی میبازه، که میبازه زورش میاد درگیر میشه. این دوتا اکثرا منجر به درگیری میشوند. خب این دوتا حکمتشون را بیان کرد، حکمت نهی را. دوتا دیگه بیان نکرد چون اونا دیگه واضح هست، اونا شرک کند، شما قبلا خواندید، اونا نیازی به این توضیح ندارند، به این فلسفه ندارند. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، این ضرر اخروی هست. اون ضرر دنیاوی بود که در دنیا همیشه با هم درگیر میشه و باز میداره شما را از ذکر خدا و از نماز. فهل انتم منتهون، پس آیا شما باز می آیید؟ یعنی بله باید باز بیایید. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت کنید، رسول خدا را اطاعت کنید. واحذروا، و برحذر باشید از مخالفت خدا و رسول. آیه شراب این سومین آیه هست، آخرین آیه هست که نازل شد. گفتیم شراب تدریجا حرام شد، اینجا دیگه حرمتش بیان شد. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر شما پشت دادید، اعراض کردید، بدانید، یقین کنید که بر رسول ما بلاغ هست، بر پیامبر ما بلاغ مبین هست، رساندن آشکارا هست. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ببینید شراب مثلا امروز حرام شد، قمار امروز حرام شد. بسیاری از افراد که قبلا کردند الان چه زنده هستند چه رفتند از این دنیا، آیا اونها مؤاخذه میشن؟ چون اینا رجس من عمل شیطان اعلام شدند، اونها دیگه مؤاخذه میشوند؟ برای اونها هم گناه دارد؟ الله تعالی میفرماید گناهی نیست، چون که اونها در زمان اونها حرمت نیامده بود. امروز که حرمت آمده، از این به بعد اگر کسی مرتکب بشه گناه است. پس جواب این سوال است، جواب این شبهه هست که بعضی سوال کردند که اونهایی که مردند، اونهایی که رفتند و شراب میخوردند، اونا تکلیفشون چی میشه؟ الله میفرماید لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهی. اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، در صورتی که بترسند، اتقوا یعنی پرهیز کنند از شرک، اتقوا عن الشرک، و ایمان صادقانه بیاورند و عمل صالح انجام بدند. ثم اتقوا و آمنوا، سپس دوباره بترسند و ایمان بیاورند. ثم اتقوا و احسنوا، سپس باز هم تقوا را اختیار کنند و احسان و اخلاص داشته باشند. ببینید اتقوا سه بار ذکر شد، اولی اتقوا و آمنوا، دوم دوباره ثم اتقوا و آمنوا، سوم ثم اتقوا و احسنوا. مراد از اتقای اول همون توبه اول است، همون توبه اول است که از قمار و از شراب توبه بکند، دست بکشد. پس هم اتقا، تقوا یعنی پرهیز از شراب و هم ایمان. مراد از اتقاء دوم ثم اتقوا و آمنوا استقامت است، یعنی ترک کرده استقامت کند، ادامه بدهد، نخورد، دست نزند، نزدیکش نرود. و ثم اتقوا و احسنوا، مراد از اتقاء سوم و احسان اینه که چنان تقوایی داشته باشد که به وسیله او قرب خدا را حاصل کنند. احسان همون درجه قرب است، نه
احسان مال مقربین است، احسان مال مقربین است. پس این تقوای خاصی هست. ثم اتقوا و احسنوا. ببینید امام قرطبی همین تفسیری که بنده عرض کردم نقل کرده. قال محمد بن جریر الاتقاء الاول. جریر میگه اذا ما اتقوا و آمنوا، اتقاء اول هو الاتقاء بتلقی امر الله بالقبول. اولی اتقایی هست که امر خدا را قبول کند، یعنی همون توبه اول. اتقوا بالقبول و التصدیق و الدینونت به، قبول کند، تصدیق کند و چیکار کند؟ به اون پایبند باشد، دینونت به آن. و الثانی والاتقاء الثانی بالثبات على التصدیق. ثم اتقوا و آمنوا، این هست که بر او استقامت کند. اتقاء دوم چی هست؟ استقامت هست. والثالث الاتقاء بالاحسان والتقرب بالنوافل. قرطبی گفت ثم اتقوا و احسنوا. سومی از خدا بترسد، یعنی نوافل بخواند، درجه احسان را، قرب خدا را حاصل کند. والله يحب المحسنین. خداوند چنین مخلصین را دوست دارد. خب پس ببینید این تحریمات، ببخشید منظورات لغیر الله بودن که خواندیم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله، این اعاده تحریمات است. خدای تعالی می فرماید چیزی را که خدا حرام قرار داد حرام بدانید، ولو اینکه برای شما امتحان و آزمایش بیاید. ببین قدرت خدا، گاهی انسان از راه حلال میخواهد، از راه درست و مشروع میخواهد که رزق و روزی حاصل بکنه، درش بسته میشه. از راه نامناسب و نامشروع، راه حرام، سود، ربا، رشوه و صورتهای دیگه در باز میشه، در درست بسته میشه. این امتحان خداست. خداوند همیشه امتحان کرده. یک امتحانی شما خواندید و بازم در سوره اعراف میخوانید خداوند بنی اسرائیل را کرد که گفت شنبه شکار نکنید. الان روزهای دیگه ماهی گیر نمی آمد، روز شنبه گیر می آمد. اونا مجبور شدن حیله درست کنن. یک امتحان اینجا شما میخوانید برای صحابه رسول الله پیش آمد، شبیه همون شنبه و جریان شنبه، اما یهود بیچاره ناموفق شدند، صحابه موفق شدند. ما را هم گاهی خدا امتحان میکنه، بعضی از ما ناموفق میشیم متاسفانه، بعضی الحمدلله موفق میشند. یعنی راههای خوب بسته میشه، راههای حلال بسته میشه، فقط راه حرام میماند. خب بعضی انسان ها آخر استقامت نمی کنن، می روند به طرف حرام. پس این امتحان همیشه بوده، همیشه هست. صحابه را امتحان فرمود الله تعالی. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. ای مؤمنان، حتما امتحان می کند خدا شما را با چیزی از صید شکار. ببینید در حالت احرام شکار حرام بود. صحابه همیشه وقتی که دنبال شکار می رفتن گیر نمی آمد، خیلی مشکل بود. اما وقتی که در حالت احرام بودند شکارها فراوان بود، نزدیک می آمدند. حتی قرآن میگه تنالوه ایدیکم و رماحکم، دست شما و نیزه شما هم به او میرسه. یعنی اگر میخواستی بزنی راحت میتونی بزنی در حالت احرام. البته خب چرا خداوند اینطور امتحان میکنه؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب،
تا که خدا ظاهر کند، معلوم کند چه کسی بالغیب از خدا می ترسد. پس حکمت این امتحان اینه که خداوند مؤمن مخلص را از غیر مخلص جدا کند. صحابی میگوید ما رفتیم به طرف کعبت الله مکه مکرمه، در حالت احرام بودیم. همونطور که قرآن گفته شکارها نزدیک می آمدند، چنان نزدیک می آمدند که ما می رفتیم، اطراف ما کلن صید بود، اگر با نیزه می زدیم راحت می زدیم. اما صحابه مثل یهودی ها نبودند، شکست نخوردند، استقامت کردند، نگاه نکردند، دست نزدند. پس اگر برای ما هم امتحانی آمد که راه خیر و راه حلال بسته شد، راه حرام بود، به طرفش نرویم. الله می فرماید فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. هر کسی تعدی کند، هر کسی تجاوز کند بعد از این، یعنی بعد از این که خدا حرام را اعلام کرد، الان میدونه حرام است، بس برای او عذاب دردناک است. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. الله می فرماید ای مؤمنان شما نکشید شکار را در حالی که احرام باشید. در حالت احرام اجازه نداری. و من قتله منکم متعمدا، هر کسی شکاری را کشت عمدن، فجزاء مثل ما قتل، جزای مثل آنچه که کشته، من النعم از چارپایان، یحکم به ذوا عدل منکم، دو نفر عادل فیصله کند. ببینید مثل بر دو نوع هست، فجزاء مثل ما قتل. یکی مثل سوری، یکی مثل معنوی. مثل سوری یعنی صورتا مثل اون شکار باشه. مثلا شکار اگر آهوی بود، چه حیوان اهلی صورتا مثل او هست؟ گوسفند به اندازه او هست. شکار اگر گاو وحشی بود، اگر حمار وحش بود، الاغ وحش بود، خب مثل او از نظر جثه تقریبا چی هست؟ از نظر جثه گاو هست، شتر هست. شکار اگر چیز دیگه بود که مثل سوری نداشت، اون وقت چی کار بکنیم؟ پس مراد از این مثل، بعضی دیگه فقها گفتن مثل سوری هست. خب ما از اونا میپرسیم که وقتی که مثلا خرگوشی را کشت، به جای خرگوش چی بده؟ گوسفند بده؟ اینا با هم تناسب ندارن، گوسفند بزرگ، خرگوش کوچکه. میگن در صورتی که مثل نداشت اونجا قیمت میکنیم، مثل معنوی به قیمت میگویند. پس این نشد. در بعضی صورتها مثل سوری را شما واجب میکنید، در بعضی صورتها مثل معنوی را. مسلک امام ابو حنیفه این است که چون که مثلیت از هر جهت ممکن نیست، مراد از این مثل معنویه. مثلا کسی آهوی را کشت، آهو را نگاه نمی کنیم هم قد آهو چه حیوان اهلی است، آهو را قیمت می کنیم مثل معنوی. آهو را چکار می کنیم؟ قیمت می کنیم. به چه دلیل؟ یحکم به ذوا عدل منکم. خب دو نفر عادل، این که بگه مثل آهو گوسفند است، این را هر کسی میدوند، بچه‌ای هم میدوند. اینجا که گفته یحکم به ذوا عدل منکم، دو نفر عادل داوری بکند، این بیانگر این است که اون چی که ابو حنیفه رحمه الله میفرماید درسته. یعنی قیمت گذاری کاری هر کسی نیست.
قیمت گذاری کار انسانهای با انصاف است. بس مثلا امکان داره شما ببین فرقش چیه، فرق مثل معنوی و مثل سوری. اگر شما آهوی بکشید شکار بکنید، مثل معنویش اینه که در عوضش مثل سوریش در عوضش گوسفندی بزی بگیر و قربانی کن. اما اگر مثل معنوی نگاه کنی قیمت امکان داره که قیمتش 2 میلیون تومان باشه، 4 تا گوسفند بشه. پس امام ابو حنیفه میگه مثل معنوی مراد است، چون در همه صورتها به 2 دلیلی که در همه صورتها مثل سوره امکان نداره. دوم این که خدای تعالی خودش اشاره کرده که یحکم به ذوا عدل منکم، 2 نفر عادل در صورتی داوری میکند که نیاز به قیمت گذاری باشد. بله خب اگر شما مثلا قیمت کردید، توجه بکنید، قیمت کردید فلان قیمت شد 1000 درهم قیمتش هست، 2 نفر عادل فیصله کردن، اون قیمت را بعدا گوسفند خریدی، شتر خریدی، 2 تا گوسفند خریدی، 3 تا خریدی، اینها را ببر به حرم اونجا ذبح کن. الله همین میفرماید، الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا و من قتله منکم متعمدا، هر کسی عمدن شکاری را بکشد، فجزاء مثل ما قتل، جزا هست یعنی فعلیه جزا، جزای مثل آنچه که قتل کرده، من النعم از 4 پایان، یحکم به ذوا عدل منکم. خب از 4 پایان که اون پول 4 پا خریده بشه، داوری بکنه به وسیله آن 2 نفر عادل از شما، هدیم بالغ الکعبه. خب پول را 4 پا بگیرد، پول را حیوان بگیرد و این هدیه است که برسد به کعبه. یا اینکه کسی پول ندارد، اشتباه کرد آهو را زد، الان پول ندارد، او کفارت طعام مساکین، یا امون پول را محاسبه بکند و طعام مساکین بده، او عدل ذالک صیاما، این است برای کسی که پول ندارد، به اندازه هر مسکینی چیکار بکنه، روزه بگیرد، لیذوق وبال امره، تاکه بچشد وبال امرش را. چرا شکار کرد؟ عفا الله اما سلف، خداوند از گذشته معافتون کرده، اما درباره این موضوع در آینده نباید مرتکب بشید. و من عاد فینتقم الله من، هر کسی دوباره برگردد این کارا را بکنه، خدا از او انتقام میگیرد و الله عزیز و غالب است و صاحب انتقام است. پس ببینید این یکی از تحریمات الله بود، یعنی خداوند در حالت احرام شکار کردن را چی کرده؟ حرام قرار داده. اما اکنون شکار که حرام هست شکار خشکی هست، نه شکار دریا. حلت اون را الله بیان می‌فرماید، الله می‌فرماید احل لكم صید البحر و طعامه، حلال قرار داده شد برای شما صید و شکار دریا و طعامش یعنی هر چی که از دریا عایدتون میشه، متاع لکم وللسیاره، هم حلال است و هم خوردنش حلال است. اینا متاع هستند، کالا هستند برای شما، استفاده کردن هستند برای شما، وللسیاره برای قافله‌ای که با شما هست. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تا زمانی که در احرام هستی صید بر شما چی هست؟ حرام است. واتقوا الله الذي الیه تحشرون، نسخه عمل هم است، نسخه تقوا هم است. بترسید از خدا، آن خدایی که فقط به سوی او شما حشر کرده می شوید. خب ببینید تا اینجا بیان تحریمات الله بود. الان بحث شرک فعلی هست دیگه، بیان منظورات الله هست، اونی که برای خدا انسان نظر می کند. الله می فرماید جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس،
الله قرار داده کعبه را، یعنی بیت حرام را، کعبه مبدل منه است، البیت الحرام بدل است. بیت حرام را الله قیام برای مردم قرار داده، قیاما للناس. قیاما للناس ای و هو ما یقوم به امر دینهم و دنیاهم. قیام اونه که به وسیله او امر دین و دنیای ما درست میشه. امر دین که مسلمه، ما بریم به کعبت الله، حج انجام میگیرد، فرض انجام میگیرد، ثواب میرسد، این امر دین است. امر دنیا شما میبینید که رفتن به حج چه منافعی دارد برای مردم، بالخصوص مردمی که در حرمین شریفین زندگی میکنند. اونها در ظرف همین 10 روز تمام هزینه های سال خودشون را درآمد دارند، در میارند. پس بیت الله برای اونها سبب چی هست؟ سبب قیام هست که دین و دنیایشون قائم و دائم هست. و بعضی گفتن قیاما للناس معنی دیگه داره. منظور از ناس تنها حاجیان نیست، تمام انسانهای کره زمین. کعبت الله برای اونها چی هست؟ موجب قیام هست، سبب قیام هست. چطور سبب قیام هست؟ که الله عزوجل زمین را، دنیا را گذاشته تا روزی که خانه اش بماند و خانه اش طواف بشه. هر وقتی که انسانها حج را ترک کنند، هیچ کس نباشد حج کنه، اون سالی که در اون سال حتی 1 نفر حج نکرد، در اون سال دیگه زندگی به پایان می‌یابد و انسانها از بین می‌روند. پس ببینید خود خانه کعبه سبب بقای تمام زمین هست بر اساس این گفته. چنانچه تفسیر مدارک امام نصفی می‌فرماید قیل لو ترکوه، گفته شده اگر مردم بیت الله را ترک کنند، لم ینظروا ولم یؤخروا، مهلت داده نمیشوند، تأخیر نمیشوند، یعنی فورا عذاب می آید. پس قیاما للناس به این معنی هست. الله قرار داده کعبه را، بیت الله الحرام را قیام برای مردم، وسیله ادامه زندگی برای مردم، و شهر الحرام، و همچنین ماه حرام را، والهدی، حج اون حیوان قربانی را میگن که برای حج میبرند، والقلائد، قلاده اون چرمی را میگویند که به گردن شتر یا هدی آویزان هست. اینها همه چی هستند؟ موجب قیام مردم هستند. یعنی به وسیله اینها زندگی ادامه دارد، زندگی انسان رونق دارد. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض. الله میفرماید این مطالب بیان شد تا که بدانید که خداوند میداند آنچه که در آسمان ها و زمین است. و ان الله بكل شیء علیم، خداوند به هر چیزی علیم و داناست. بعد از اینکه خدای عزوجل ذکر فرمود منظورات الله را و دلیلش را هم ذکر کرد، الان ترهیب و ترغیب، ترهیب و ترغیب یا خوف و رجا، هم می ترساند هم امید می دهد، هم بیم می دهد هم امید. همیشه ایمانتان بر این محور قرار بگیرد. الله می فرماید اعلموا ان الله شدید العقاب، شما بدانید، شما باور کنید، ایمان داشته باشید که بدون شک الله سخت عذاب میدهد. و ان الله غفور رحیم، این ترغیب است. خداوند هم غفور و رحیم، بخشنده و مهربان. سخت عذاب میدهد کسانی که حکم خدا را تعمیل نکنند، و غفور و رحیم هست برای کسانی که تعمیل میکنند، عمل میکنند.
اما وظیفه پیغمبر همین اندازه که به شما برساند، بعد از این دیگه عمل به خودتان، عمل کردن در ادامه بر خودتان. چنانچه میفرماید ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیامبر نیست مگر مطلب را رساندن. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، الله میداند آنچه که ظاهر میکنید، آنچه که پوشیده میکنید. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. الله میفرماید اعلام بفرما که نجس و پاک برابر نیست. نجس چیه؟ شرک است، کلمه شرکیه هست. پاک توحید و کلمه توحیدی است. ولو اعجبك كثرة الخبيث، گرچه کثرت نجس شما را به تعجب وادارد. فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلكم تفلحون، باز هم نسخه تقوا و نسخه عمل. فاتقوا الله یا اولی الالباب، ای عقل مندان از خدا بترسید. لعلكم تفلحون، این نمونه ثمره تقوا، شاید شما رستگار بشید. یعنی هر کسی که بترسد الله تعالی او را رستگاری نصیب می‌فرماید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. الله عزوجل در میان احکام و منظورات الله و منظورات غیر الله صحابه را، مسلمانان را از سوال کردن برحذر می‌دارند. این سوال، ممنوعیت سوال مربوط به زمان وحی هست، به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لذا گاهی صحابی سوال میکرد، پیغمبر جواب نمیداد، چون که اگر جواب میداد و به همون صورت وحی میآمد دیگه واجب میشد، لازم میشد. مثلا یک روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره حج صحبت کرد که حج بکنید. صحابی پرسید یا رسول الله فقط امسال یا ابد؟ هر سال؟ پیغمبر جواب نداد. بار دوم سوال کرد، بار سوم هم سوال کرد. آن حضرت فرمود چرا شما سوالاتی میکنید که اگر از جانب خدای عزوجل جواب سختی داده بشه نتونید بر اون پایبند باشید، بر اون عمل کنید. یا بعضی میگن کسی گفت که یا رسول الله پدر من کیه؟ یعنی درباره نسب خودش شک داشت. خب این یک سوال بیجایی هست، چه ربطی داره؟ لذا الله میفرماید سوالات غیر مربوط نکنید. بعضی ها هستند که امروز هم سوال میکنند. خب ما میگیم در زمان وحی است، ولی امروز هم سوال غیر مربوط نشه. بعضی ها میان مثلا میگن نام مادر حضرت موسی کیه، نام فلان شخص کیه. خب اینها مربوط نیستن به دین ما، به عمل کردن ما. لازم نیست کسی جوابهای اینها را داشته باشد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. شما سوال نکنید چیزهایی را که اگر برای شما ظاهر شد تسؤكم، از سوء هست، یعنی برای شما بد و ناگوار تمام بشه. و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. اگر از اونها سوال کنید در زمانی که قرآن نازل میشه، خب ظاهر میشه، ظاهر میشه. اون وقت مثل سوالات بنی اسرائیلی میشه، جواب هم جواب مشکل میاد. عفا الله عنها، خداوند از سوالات گذشته عفو کرد. والله غفور حلیم، خداوند غفور بخشاینده و حلیم هست، زود مؤاخذه نمی کند. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. الله می فرماید همانا این سوالات را قومی قبل از شما سوال کردند، یعنی یهود بنی اسرائیل، اما سپس به آن کافر شدند، چون عمل نکردند، انکار کردند. لذا شما چنین سوال نکنید. ما جعل الله من بحیرة، از اینجا ذکر چی هست؟ تحریمات غیر الله. ما قبلا این را اشاره کردیم به این آیه چند بار که مردم در زمان صدر، در ابتدای اسلام، چیزهایی که خدا حلال قرار داده بود برای خود حرام قرار میدادند.
مثلا شتر، سواری شتر حرام است، حلال است. بعضی ها بر خود حرام میکردن، گفتن این شتر چون که به نام خدایان هست، به نام خدایان رها شده، سوار شدن بر این شتر حرام است. یا مثلا میگفتن از پشم این، از شیر این استفاده کردن حرام است. لذا یا از گوشتش الله تعالی میفرماید شما اجازه ندارید که حلال را حرام بکنید. شما در چه جایگاهی هستید که حلال خدا را حرام میکنید؟ الله تعالی سخت مذمت میکند. ببینید اینها را بعضی ها گفتند، بعضی از علما مفسرین جز نیازات غیر الله آوردند، چون برای غیر خدا نذر شده لذا حرام است. مثلا شتر را که به نام چی میکردند؟ به نام آستانه میکردند، به نام خدای باطل میکردند، لذا میگفتن به نام او هست، مال او هست، حرامه دیگه نخورید، سوار نشید. الله تعالی چیکار میکند؟ الله عزوجل در اینجا بیان میفرماید که حرام شما حرام نیست، باید حرام را بشکنید. ها اینا عرض میکردن که بعضی گفتن این نذر شد، این حرام شد، ولی نه، قول صحیح این است که این نذر نیست، این حرام قرار دادن برای غیر الله هست، با نذر فرق میکند. خدا میفرماید که این را نباید شما حرام قرار بدید، باید حلال قرار بدید. اگر ما معتقد باشیم که این نذر هست و این حرام است، پس اونم بر خود حرام کرده، حرف او ثابت میشه. لذا الله میفرماید ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة، خداوند شتر بحیره را، صائبه را، وسیله و حام را مشروع قرار نداده. ما جعل الله مشروعتا، خدا اینها را مشروع قرار نداده. اما بحیره چی هست؟ ببینید قول ابن مسیب را که در تفسیر روح المعانی هست میخوانم، هر چارتا خوب توضیح داده شده. قال ابن المسیب انها یعنی البحیره التي منع لبنها للتواغیت فلا تحلب، اون شتری را میگفتن که شیرش را برای طاغوت ها میگفتن حرام است، لذا او دوشیده نمیشد، از او کسی نمیخورد. این حلال است، باید بخوریم. صائبه فرموده هی ناقه تبطن عشرة البطن، شتری هست که 10 تا شکم یعنی 10 بار میزاید. شتری که اینقدر خیر داشته باشد که 10 بار شتر بچه بیاورد، پس این شتر خیلی شتر ارزشمندی هست. میگفتند که فتهمل ولا ترکب، این دیگه مهمل و بیکار گذاشته میشد، برو سوار نمیشدن. ولا یجز وبرها، و پشمش را هم قطع نمی کردن، می گفتند که اینقدر به ما خیر رسونده. و سوم وسیله، الوسیله من الابل هي الناقه تبکر فتلد انثى ثم انثى بولاده انثى ثم تثنى بولاده انثى اخرى ليس بينهما ذکر. وسیله اون شتری را میگویند که بار اول ماده میزاید، بار دوم ماده میزاید، بین اینها هیچ فرقی و بین اینها هیچ شتر نری نمیزاید، شتر بچه نری نمیزاید. ببینید شتر ماده در میان شترها بهترینش هست. 2 تا ماده که پشت سر هم بیارد دیگه صاحبش خیلی خوش میشد. این هم به نام معبودان رها میکردند و فیترکونها لآلهتهم، برای آلهه و برای خدایان. چهارمی حام، این 3 تا شترهای ماده بودند. حام شتر نر هست. الفحل یولد من زهره 10 البطن،
اون شتر مرد نری را میگفتن که 10 تا شتر را به اصطلاح آبستن کرده، 10 تا ماده را آبستن کرده. میگفته این دیگه کارش را کرده. فلا یحمل علیه ولا یمنع من ماء و مرعى، دیگه هیچ چیزی بر او نمیگذاشتم بار. هر آبی میخورد، هر چراگاهی میچرید، کسی جلوش را نمیگرفت. این هم دیگه متبرک میشد، به نام معبودان قرار میگرفت. پس الله میفرماید اینها را من مشروع نکردم، خدا قرار نداده، پس برای شما که خودتون حرام قرار دادی حرام نیستند، اینا حلالند. الله میفرماید ما جعل الله بحیره و صائبه و وسیله و حام را مشروع قرار نداده. و ان الذين كفروا يفترون على الله الكذب، اما کسانی که کفر کردن افترا گفتن بر خدا دروغ. و اکثرهم لا یعقلون، اکثرشان عقل و خرد ندارند. و اذا قیل لهم تعالوا، زجر و علت لا یعقلون، اینا چرا عقل ندارن؟ الله می فرماید چون هیچ وقت به طرف دلیل نمی آین، به طرف تقلید کورکورانه پدران خودشون می آین. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، هرگاه به آنان گفته میشه که بیایید به سوی آنچه که الله نازل کرده و بیایید به سوی رسول خدا، قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، آنها می گفتن کافی هست ما را آنچه که یافتیم بر آن پدران من را. الله تعالی توبیخ می فرماید اولو کان آباؤهم، یعنی ایتبعونهم، آیا اینها پیروی میکنن از پدرانشان؟ ولو کان آباؤهم، گرچه پدرانشان لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، نه چیزی میدانستن و نه بر هدایت بودن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خداوند بعد از موضوع بحیره و صائبه این فرماید ای مؤمنان شما خود را لازم بگیرید. علیکم انفسکم، خودتون، ای الزموا انفسکم، نفستون را لازم بگیرید. خودتون گناه نکنید، معصیت نکنید، شرک نکنید. اون وقت اگر دیگران کردن برای شما ضرری ندارد. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسی که گمراه بشه برای شما ضرری ندارد. اذا اهتدیتم، وقتی که شما هدایت بشید. ببینید اینجا یه اشکال مهمی هست. اون اشکال این است که خدا به ما گفته که شما خودتون خود را لازم بگیرید، مواظب خودتون باشید، حرام نکنید، گناه نکنید. دیگران کردن برای شما ضرر نداره. پس امر به معروف و نهی از منکر بر ما لازم نیست. فقط همین لازم است که ما خود را از گناه حفاظت کنیم، خود را از حرام حفاظت کنیم. مفهوم آیه اینطور معلوم میشه. اما آنچه که از ظاهر آیه شما میفهمید، تفسیر درست آیه این نیست، بلکه تفسیر درست اون تفسیری هست که از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در این باب روایت شده. ایشون میفرماید علیکم انفسکم، یعنی هرچی بر نفست هست، هرچی وظیفه نفست هست، اون را لازم بگیر. ببین بر نفس ما چیه؟ بر ما چی هست؟ بر ما این است که اول خود را اصلاح کنیم، بعدا زن و فرزند خودمون را اصلاح کنیم، بعدا جامعه خودمون را اصلاح بکنیم، امر به معروف نهی از منکر بکنیم. اینا هر سه تا جزء چی هستند؟ علیکم انفسکم هستند. پس امر به معروف و نهی از منکر از آیه خارج نمیشه، بلکه در آیه لحاظ شده، مورد تأکید و توصیه قرار گرفته. متوجه شدید؟ ببینید که و اصح التأویلات عندنا، ابن جریر می فرماید صحیح ترین تأویل نزد ما به تأویل هذه الآیه ما روی عن ابی بکر الصدیق، درباره این آیه اونی هست که از ابو بکر روایت شده. و هو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اون چی هست؟ این که این آیه علیکم انفسکم به معنی این است
الزم العمل بطاعت الله، عمل بطاعت خدا را بر خود لازم بگیر. و بما امرکم به، آنچه که شما را امر کرده. و انتهوا عما نهاکم الله عنه، شما باز بیایید از اون چی که خدا باز داشته. یعنی خدا دستور داده امر به معروف کن، امر به معروفی تا بکن، نهی از منکرت بکن. بعد از وظیفت اگر کسی عمل نکرد برای شما ضرری ندارد. لا یضرکم من ضل، کسی گمراه شد برای شما ضرر ندارد به شرط اینکه اون را دعوت بده. پس این بر نفست هست، جز وظایف خودت هست، وظایف نفست هست. یقول فانه لا یضرکم ضلال من ضل، گمراهی هر کسی که گمراه شد برای تو ضرری ندارد. اذا انتم دمتم العمل بطاعت الله، زمانی که شما همواره طاعت خدا را کردید و ادیتم و ادا کردید. فی من ضل من الناس، یعنی دستور خدا را درباره گمراهان انجام دادی. گمراهان را چی کردی؟ ارشاد کردی. ما الزمکم الله به من فرض الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، منظور فرض امر بالمعروف و نهی از منکر را انجام دادی. بعد از امر به معروف و نهی از منکر تو باز هم انسان ها رفتن به طرف منکر، بعد برای تو ضرری ندارد. بله، عبدالله ابن مبارک باز میگه این آیه از همه آیات بیشتر مورد تأکید قرار داده امر به معروف و نهی از منکر را. نه اینکه از این آیه معلوم نمیشه امر به معروف، بلکه امر به معروف بخشیده شده، نه، بلکه بیشتر تأکید شده. چطور؟ میفرماید فانه قال علیکم انفسکم، یعنی علیکم اهل دینکم، نفس همه مسلمانان نفس ما هستند. نخواندیم که ولا تلمزوا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم؟ منظور این نیست که خودت را عیب نزن، مسلمان را، پس اونم نفست هست. لذا ایشون میفرماید که وقتی خدا فرمود علیکم انفسکم، یعنی برادران مسلمانت را بر خود لازم بگیر. یعنی علیکم اهل دینکم به ان یعظ بعضکم بعضا، که هم دیگر را موعظه بکنید. و یرغب بعضکم بعضا فی الخیرات، در کار خیر. و ینفره عن القبائح و سیئات. پس الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین بر شما است که خود را لازم بگیرید، یعنی وظیفه خودتون را هر چی که هست انجام بدید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هر کسی که گمراه شد وقتی که شما بر هدایت باشید او گمراه نمیشه، ببخشید برای شما ضرری ندارد. هر کسی که گمراه شه برای شما ضرری ندارد. الی الله مرجعکم جمیعا، فقط و فقط به سوی الله است جای رجوع همه شما، بما کنتم تعملون، به سبب اعمالتان. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. الله تعالی حکم دیگر از احکام درباره شهادت بیان می فرماید، ببخشید درباره وصیت بیان می فرماید که وقتی که انسان می خواهد از دنیا بره و مالی می گذارد و کسی در کنار انسان نیست، وصیت بکند و مال خودش را به کسانی تحویل بدهد که اونها مال را برسانند. اصلش اینه که اشاره به یک واقعی هست. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم این اتفاق افتاد. یک مسلمانی رفت به یک سفر تجاری و بعضی جنس ها را خریداری کرده بود، حالش خراب شد، مریض شد. اونجا احساس کرد داره میمیره، داره از دنیا میره. چیکار کرد؟ یک لیستی آماده کرد از وسایلش که به وارثانش نوشت شما بدونید من چی خریدم، این جنس این جنس این جنس، همه جنس ها را تو اون لیست نوشت و اینها را لای وسایل گذاشت، در وسط وسایل خودش گذاشت همون لیست را. بعدا 2 نفر همراه داشت، 2 تا مسیحی بودند. به اون 2 نفر گفت که شما این جنس های مرا، این وسایل مرا به ورثه من تحویل بدهید. خودش فوت کرد. اون مسیحیان نگاه کردن وسایل را، تو وسایل یک جام بسیار
ارزشمند نقره‌ای بود، لذا اونها میدونستن این جام گران قیمت و ارزشمندی هست. چیکار کردند؟ این جام را برداشتند، نمیدونستند که لیستی در وسط وسایل است. این جام را برای خودشون با هم مشوره کردند، برای خودشون برداشتند. که برداشتند، بعد از اون بردن اونجا، وارثان نگاه کردند، لیست را دیدند که تطبیق دادن یک جامی نیست، لذا گفتن حتما همین 2 مسیحی برداشت. از اون 2 مسیحی پرسیدن، گفت نه ما خبر نداریم، به ما نداده. لذا اینها ادعا کردند در محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. خب اینها ادعا کردند که این مسیحیت دزدیدند. از اینها گواه خواسته شد، گواه نداشتند. گواه که نداشتند، پیغمبر اون 2 مسیحی را سوگند داد. اونا قسم خوردن که ما خیانت نکردیم، ما بر نداشتیم. خب وقتی که قسم بخوره دیگه تبرئه میشه، ولو اینکه به دروغ قسم بخورد. اینها تبرئه شدند. مدتی گذشت، بعد از مدتی این واقع در مدینه اتفاق افتاد. همون جام را با همون مشخصات وارثان دیدن در مکه مکرمه که کسی داره میفروشه، اون را گرفتند. اون جام را و از علائم میدونستم جام مال اونها هست. گفته این جام را شما از کجا آوردید؟ اون صاحب مغازه، اون فروشنده، نام همون 2 مسیحی را ذکر کرد. گفت 2 مسیحی فلان و فلان از مدینه آوردن، اینو به ما فروختند. الان اینها ادعا کردند که این دزدی کرده. دوباره خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آمدند. اما الان مسئله عکس شد، چون این وارثا ادعای خیانت بر چی آوردن؟ بر مسیحیان. گفته اینا خیانت کردند. مسیحیان باید برای عدم خیانت خودشان چی میکردند؟ دلیل می آوردند، شاهد می آوردند که نداشتند. وقتی که نداشتند، الان سوگند بر وارثان شد. وارثها سوگند خوردند که اینها در حق ما خیانت کردند. بعد از اون جام گرفته شد از مسیحیان و به این وارثها داده شد. الله می فرماید اذا حضر احدکم الموت، وقتی که حاضر بشه یکی از شما را مرگ، حین الوصیه، وقت وصیت، چیکار کنید؟ اثنان ذوا عدل، یعنی شهادت و اثنان، 2 نفر، ببخشید شهادت و اثنان، شهادت 2 نفر را بگیرید که عادل باشند، منکم از خود شما مسلمان باشند، اگر مسلمان نبود او آخران من غیرکم، 2 غیر مسلمان باشند از غیر شما. ان انتم ضربتم فی الارض، این در صورتی هست که شما مسافرت کردید، به زمین رفتید، فاصابتکم مصیبت الموت، به شما مصیبت موت رسید، یعنی مرگ آمد. پس 2 نفر را شاهد بگیرید. الله می فرماید تحبسونهما، این 2 نفر را حبس کنید، من بعد الصلاة، بعد از نماز عصر معمولا، چون که در این وقت بیشتر مردم می ترسند. فیقسمان بالله، این 2 نفر قسم بخورند که وقتی که شما شک داشتید به اونها، لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا، ما در مقابل این قسم پولی نمیگیریم، گرچه مقسم له، اونی که ما برایش قسم میخوریم خویشاوند ما باشد. ولا نکتم شهادت الله، شهادت الهی را هم کتمان نمی کنیم. هر چی که واقعیت هست ما در قسم خودمان میگوییم. انا اذا لمن الآثمین، اگر ما کتمان بکنیم ما چی میشیم؟ ما گناهکار میشیم. خب قسم خوردند و رفتند. فإن عثر، اگر اطلاعی حاصل شد، علی انهما استحقا اثما، بر اینکه آنها مرتکب گناهی شدند،
یعنی به دروغ قسم خوردن. فآخران یقومان مقامهما، دو تای دیگه به جای اونها قائم میشن. دو تای دیگه یعنی الان نوبت ورثه است. دو نفر از ورثه من الذين استحق عليهم الاولیان، دو نفر از اون دو نفری که استحق علیهم، بر اونها ثابت شد یا ثابت کردند اولیان، اون دو تا اولی ثابت کردند ضرر را، ضرر چسباندند. ببینید در وهله اول اون دو تا مسیحی با قسم خوردن خودشان به وارثان ضربه زدن یا نزدند؟ ضربه زدند، قسم دروغین خوردند دیگه، جام از دست اینها چی شد؟ خارج شد. پس الذین، آن دو نفری که از آنهایی قسم بخورند که استحق ای ثبت الضرر علیهم، بر اونها ضرر وارد کردند. اولیان یعنی دو تا اولی، دو تا قسم خور اولی. الان وارث ها به جای اونها قسم بخورند. چی قسم بخورند؟ فیقسمان بالله، قسم بخورند به الله، لشهادتنا احق من شهادتهما، شهادت ما از شهادت اونها حق دارتر است. و ما اعتدینا، و ما تعدی نکردیم، انا اذا لمن الظالمین، اگر تعدی بکنیم ظالم قرار میگیریم. الله میفرما ذلك ادنا ان یأتوا بالشهادة على وجهها، این نزدیکتر هست به این که شما شهادت را به شکل اصلیش بیاورید، یعنی شهادت دروغین نباشد، شهادت راستین باشد. او یخافو، یعنی وقتی که دوباره قسم بیاید از همون ابتدا اونا حساب کارشون را میکنن که شاید فردا اون طرف قسم خورد و من تکذیب بشم. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم، یعنی این نزدیکتر است به عدالت، به خاطر اینکه آن دو نفر یا آن وصیها بترسند که ان ترد ایمان بعد ایمانهم، رد کرده بشود قسم دیگر بعد از قسم اونها، یعنی قسم دیگری بیاد جایگزین قسم اونها قرار بگیرد. واتقوا الله واسمعوا، از الله بترسید و گوش کنید. احکام الهی را خداوند هدایت نمیفرماید قوم فاسق را. پس ببینید این دو نفر یهودی بعد از این که خیانتشون ثابت شد، الان دو تا وارثی که اول ضربه خورده بودند، از قسم اون دو، این دو تا وارث بیان قسم بخورند که شهادت ما از شهادت اولی اینها درستر است. وقتی که قسم بخورند اون وقت اون جنس به اونها برمیگردد چنانچون جنس برگشت. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. بعد از اینکه در رابطه با رد شرک فعلی مطالبی را خواندیم، تحریمات الهی و تحریمات غیر الله که خدای عزوجل دستور دادند که ما اینها را مشروع نکردیم، ما جعل الله من بحیرا، که ما حرام قرار داده باشیم، مردم از طرف خودشون اونها را حرام قرار دادند. در پایان سوره نفی الوهیت عیسی یا رد شرک فعلی، شرک اعتقادی هست، رد شرک اعتقادی هست. الله تعالی این نفی را و این رد را آغاز می فرماید با پرسش و پاسخی که از انبیا دارد در روز قیامت. الله می فرماید یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، روزی که الله همه رسول را جمع می کند در روز قیامت. الله به آنان می گوید ماذا اجبتم، شما چه جوابی داده شدید از سوی ملت؟
مردم چه پاسخی به شما دادن؟ انبیا چی میگن؟ قالوا لا علم لنا، ما نمیدانیم. چطور نمیدانیم؟ مگر شما در میان مردم نبودید؟ انبیا میتوانند اون چی که مربوط به حیات خودشون هست، به زمان خودشون هست جواب بدن. بعد از وفاتشون مردم چی کردند؟ اونا دیگه خبر نداشتند، چون علم غیب ندارند. تفسیر کبیر همین نوشته لا علم لنا الا ان علمنا جوابهم لنا وقت حیاتنا. ما علم نداریم از بعد از خود، ما فقط میدونیم که به وقت حیات ما چه جواب دادند. ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا، بعد از وفات ما اونها چی کردند ما از این خبر نداریم. انک انت علام الغیوب، داننده همه غیب ها تو هستی، تو میدانی که بعد از ما چیکار کردم. خب اون درباره سوال از انبیا بود، اما اکنون سوال از عیسی علیه السلام. چرا خصوصیت عیسی؟ از میان همه انبیا عیسی پیغمبری هست که بیشتر او را مردم به خدایی گرفتند و او را پرستش کردند. لذا امروز هم بخش بزرگی از مشرکان دنیا اون مشرکانی هستند که عیسی پرستند، عیسی را می پرستند، عیسی را خدا و فرزند خدا می دانند. لذا در این بخش پایانی بحث از عیسی هست و سؤال از عیسی هست. الله می فرماید اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتک. زمانی که میگوید الله ای عیسی ابن مریم یاد کن نعمت من را بر خودت و بر مادرت. اذ ایدتک بروح القدس، ای عیسی زمانی که من تو را تایید کردم، تقویت کردم با جبرائیل امین، هر جا جبرائیل همراه بود. تکلم الناس فی المهد و کهلا، نعمت دوم، کلام میکنی با مردم در گهواره و در پیری. در پیری من عرض کردم که عیسی هنوز پیر نشده بود که رفت، منظور اینه که بر میگردی زمین عمر میکنی پیر میشی. و اذا علمتك الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل، نعمت سوم، زمانی که من تو را تعلیم دادم کتاب یعنی قرآن، والحکمه و سنت پیامبر، والتوراة والانجیل و تورات و انجیل، اینها را هم الله به عیسی یاد داده بود. و نعمت چهارم معجزات، و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر باذنی، زمانی که از گل مثل هیئت و مثل شکل پرنده درست می کردی به اذن من خدا، هر جا به اذن خدا. عیسی مسیح هیچ کاری به غیر از اذن خدا نمیتونه بکنه. فتنفخ فی، پس در آن می دمیدی، فتکون طیرا باذنی، اون پرنده زنده می شد به اذن من، به توفیق من. و تبرئ الاکمه والابرص باذنی، و تندرست می کردی کور مادرزاد را و مریضی برس را به اذن من الله. و اذ تخرج الموتى باذنی، زمانی که مردها را از قبرها بیرون می کردی باز هم به اذن من. همه کارها به اذن من انجام می گرفت. پس این نعمت چهارم یعنی معجزات عیسی. و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم، نعمت پنجم محافظت عیسی، حفظ عیسی. الله تعالی می فرماید که بنی اسرائیلی که تو با بینات و دلائل پیششان آمدی میخواستن تو را از پای در آورند، من بودم که باز داشتم اونها را، تو را حفاظت کردم. و اذ کففت بنی اسرائیل،
زمانی که من باز داشتم بنی اسرائیل را عنک از تو، یعنی از قتل تو، اذ جئتهم بالبینات، زمانی که پیش آنان با معجزات آمدی. فقال الذين كفروا، اناد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل این همه معجزات عیسی را دید و گفت که جادو هست. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبین، کسانی که کفر کردن از بنی اسرائیل گفتن که نیست این مگر جادوی آشکاری. خب اینم نعمت پنجم که خدا تو را از بنی اسرائیل نجات داد. و اذا اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی، یاد کن ای عیسی زمانی که من وحی کردم به سوی حواریین، من به حواریین الهام کردم ان آمنوا بی و برسولی، به من خدا ایمان بیاورید و به این عیسی مسیح که رسول و پیغمبر من است ایمان بیاورید. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، آنها ایمان آوردند. این نعمت دیگری هست، آنها ایمان آوردند و گفتند ما تسلیمیم در مقابل تو. خب پس این نعمت ها همه، این نعمت ها مقدمه هست. بعداً خدای عزوجل نتیجه را ذکر می فرماید که با وجود این نعمت ها عیسی الوهیت نداشت. خدا ازش پرسید تو مردم را گفتی تو را عبادت کنند؟ عیسی اعلام براءت کرد. اما قبل از اون قصه نزول مائده سفره ای هست که از آسمان قرار بود بیاد. حواریون از عیسی علیه السلام درخواست کردند که از خدا بخوا سفره ای از آسمان بیارد، بفرستد بر او غذا باشد، ما از غذایش استفاده بکنیم. عیسی علیه السلام از خدای تعالی خواستند. الله تعالی فرمود که سفره برای شما خوب نیست، سفره خطرناکه، چون که یکی از آیات الهی هست و هر وقتی که آیه الهی، آیه خاص و ویژه نازل بشه و قوم قبول نکند، بعد از اون خدا هلاک میکند، نابود میکند. عیسی علیه السلام به حواریون گفت که ما انکار نمی کنیم، ما کفر نمی کنیم. به هر حال بعداً آیا سفره نازل شد یا نه، مفسران اینجا اختلاف دارند. بعضی میگن که ما نداریم که سفره نازل شده باشد، کی، کجا، چگونه. اما از بیشتر محققان معتقدند که سفره نازل شد. از اشارات قرآن مجید هم معلوم میشه که سفره نازل شد و بعد یک عده انکار کردند، یعنی با وجودی که معجزه را دیدند از سفره استفاده کردند، اما بعد از آن چیکار کردند؟ کفر کردند. الله تعالی اونها را عذاب داد. عیسی بر علیه اونها دعا کرد. شما الان خواندید در آخر جزء گذشته علی لسان داود و عیسی ابن مریم، عیسی دعا کرد، گفت خدایا اینهایی که معجزه خواستند و بعدا انکار کردند، اینها را هم مثل اصحاب السبت عبرتناک بگردان واقعشان را. الله تعالی اینها را تبدیل به خنزیر کرد، به خوک کرد. عبارت قرطبی را فقط نقل میکنم. واختلف العلماء فی المائده، علما در سفره و نزول سفره اختلاف دارند. بخش بزرگی میگویند که سفره نازل نشد، ولی میگه که خودش میگه هل نزلت ام لا، آیا نازل شد یا نه. فالذی علیه الجمهور و هو الحق نزولها، میفرماید دیدگاه جمهور این است و حق هم همینه که سفره نازل شد. علی ای حال این قصه نزول مائده و سفره هست. اذ قال الحواریون، زمانی که حواری ها گفتند یا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء، آیا ربت میتواند
رب این توانایی را دارد که نازل بکند بر ما سفره از آسمان. عیسی ابتداء اونها را برحذر داشت. قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، به آنان گفت عیسی که بترسید از خدا اگر مؤمن هستید، نکنید نخواهید. قالوا نريد ان نأكل منها، آنان گفتم ما میخواهیم از آن بخوریم، استفاده کنیم، برکت هست. و تطمئن قلوبنا، و مطمئن بشه قلوب ما، دل مطمئن و آرامش بگیرد. و نعلم ان قد صدقتنا، و یقین کنیم که تو به ما راست گفتی. و نکون علیها من الشاهدین، بر آن از گواهان باشیم، هر جا به نفع تو گواهی بدیم. لذا الان نوبت التجای عیسی و دعای عیسی است. عیسی که صاحب این همه معجزات هست، باز هم معجزه‌ای که اونها میخواستند نمیتونست ظاهر بکنه. ببینید پیغمبران این عقیده را قبلا گفتم، تأکیدم کردم که پیغمبران صاحب معجزات هستند، معجزات به دستشون ظاهر میشه، اما اختیار دار نیستند که اختیار به دست اونها باشد. لذا عیسی علیه السلام دعا میکند، چی میگه؟ اللهم ربنا انزل، قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم گفت اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء، بار الها فرو فرست نازل کن بر ما سفره از آسمان، تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا، تاکه عید باشد برای اول و آخر ما، یعنی موجب خوشی بشه. اول ما یعنی اینایی که موجودن به اعتبار حصول برکت، آخر که بقیه مسیحیان بشنوند خوشحال میشن، به عنوان یکی از افتخاراتشون خواهد بود. و آیتا منک، و همچنین این یک آیه و نشانی هست از طرف تو بر نبوت من. وارزقنا و انت خیر الرازقین، به ما رزق بده، روزی میخوایم به وسیله این سفره، بهترین رازق تو هستی. قال الله انی منزلها علیکم، الله فرمود من این سفره را نازل میکنم، اما فمن یکفر بعد منکم، هر کسی از شما مسیحیان، از شما یهودیان بعد از نزول سفره کفر بکند، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، من خدا چنان عذابی بدهم که هیچ یک از جهانیان را اون عذاب ندهم. خب تبدیل شدند مسیحیان به خنزیر، چرا؟ به خاطر همین که این سفره را قدردانی نکردند. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، خب این اعاده لبعد العهد است. اول سوره رکوع، اول رکوع گذشته خداوند از انبیا پرسید و بعد از انبیا نوبت عیسی آمد، اما در وسط مباحث دیگری از عیسی آمد. الان اون سؤال اصلی، و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، زمانی که الله فرمود ای عیسی ابن مریم، اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو گفتی به مردم که اتخذونی، مرا بگیرید، و مادر من را به عنوان دو خدا غیر از خدا، تو چنین دستوری دادی؟ قال سبحانك، عیسی اظهار براءت می کند از این کلمه شرکیه، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، سبحانك این بار اله تو پاکی، برای من سزاوار نیست این که بگویم آن چیزی که حق نیست، برای من درست نیست. ان کنت قلته فقد علمت، اگر من چنین چیزی گفتم تو که میدانی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو از درون من خبر داری ولی من از درون شما خبر ندارم، عالم الغیب شمایی، انک انت علام الغیوب، داننده تمام غیب ها فقط و فقط تو هستی.
من عیسی هر چی که تو به من گفتی به اونها رسوندم، بیشتر نگفتم. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من نگفتم به آنان مگر آنچه که تو امر کردی مرا به آن. ان اعبدوا الله ربی و ربکم، این مضمون است. این تبلیغ را من برای قوم کردم که ای قوم عبادت کنید الله را که رب من و رب شماست. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، بار الها من بر اونها گواه بودم تا زمانی که در میان اونها بودم. تا زمانی که در میانشون بودم خبر دارم، میتونم گواهی بدهم، اما بعد از اون نه. ببین عیسی مسیح که به اصطلاح خدای مسیحیان هست اظهار میکند علم غیب ندارد. ان کنت قلته ها و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی، زمانی که مرا گرفتی بار الها، ای روح مع الجسد، یعنی وقتی که مرا به آسمان ها بردی، کنت انت الرقیب علیهم، تو مراقب و نگهبان بودی بر آنان، و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر چیز گواه بودی. من نمیدانم خدایا، من خبر ندارم. اما این معروض سوم هست. در این معروض سوم عیسی علیه السلام تبری میکنند از شفاعت. منظور اینه که من برای این افراد شفاعت نمی کنم، برای اینها سفارش نمی کنم. ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر آنان را عذاب بدی آنان بندگان تو هستند. ای لم یلحقک بتعذیبهم اعتراض، با عذاب اونها هیچ اعتراضی متوجه شما نمیشه بار الها، لانک المالک المطلق لهم، مالک مطلقی اونها هستی، پس فانهم عبادک. و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آنها را ببخشی تو هم باز هم غالب هستی، حکیم، کارت با حکمت، تو بهتر میدانی. به هر حال الله تعالی بعدا مژده نزول سفره را داد. من سفره را میفرستم، اما هر کسی که بعد از اون کفر کرد دیگه جایش جهنم هست. ها ببخشید، اون مژده سفره صفحه قبل بود. این مژده بهشت است. این مژده برای کسی هست که بر صداقت صادق باشد، در ایمان خودش صادق باشد، راست باشد. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت است. عیسی علیه السلام هم میگه من شفاعت نمی کنم، اما تو هر کسی را میبخشی ببخش، هر کسی را عذاب میدهی عذاب بده. الله میفرماید هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این روزی هست که به صادقین صدقشان نفع میدهد، به صادقین فایده میرساند. صادقین نفعشون چی هست؟ لهم جنات، بنویسی بیان نفع، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آن صادقین بهشتی هست که جاری هست از زیر درختانش نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در اون بهشت ماندگار می شوند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. اما این بهشت روحانی بالاتر است. بهشت جسمانی به انسان خوراک و لباس میدهند، جای خوب میدهند. بهشت روحانی رضایت حق است، رضایت مولا است. الله می فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله راضی هست از آن صادقان و آنان از ربشان راضی. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ هست، این که خدا به کسی بهشت روحانی بده و اعلام
رضایت بکند. لله ملک السماوات والارض. خلاصه یه سوره هست. ما در سوره نفی شرک فی التصرف خواندیم. همه تصرفات، همه اختیارات، همه قدرت از آن الله است. لله ملک السماوات والارض. فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه که در میانشان هست. والله علی کل شیء قدیر. الله بر هر چیز قادر است. سوره مبارکه مائده بود. عرض کنم خدمت شما که سوره بقره و سوره نساء و سوره مائده این هر سه سوره هستند که در اولین جز اولین سوره ها هستند بعد از هجرت نازل شدند، یعنی سوره های مدنی هستند.